یه گوشه از ایران هست که همیشه تازه است. آشنایی با استان‌های ایران، استان چهارمحال و بختیاری. این استان در بخش مرکزی رشته کوههای زاگرس واقع شده که به بام ایران در کنار فریدون شهر اصفهان معروفه. این استان به 12 شهرستان و 43 شهر تقسیم میشه. چند مورد از شهرستان‌های اون شهرکرد، بروجن، لردگان، فارسان، اردل، کوهرنگ و دیگر شهرستان‌های اون که در نقشه مشخصه. مرکز این استان هم شهرکرده. مساحت این استان 16521 کیلومتر مربع که تقریبا با کشور اسواتینی برابره. جمعیت این استان هم 997,000 نفره و ترتیب اقوام اون طی نظرسنجی در سال 1389 73% جمعیت اونها لر، 15% فارس و 10% ترک قشقاییه. این استان جزو 5 استان برتر از نظر بارش‌های سالانه برف و بارونه. بر اساس سفالینه‌ها و ابزارهای سنگی ابتدایی کشف شده بر روی تپه‌های باستانی و آثار کهن تاریخی شهر هفشجان، قدمت این استان به 9000 سال قبل برمیگرده. استان چهارمحال و بختیاری به دلیل داشتن منابع آبی غنی یکی از مساعدترین مناطق برای تولید بادام در کشوره که رتبه اول رو در ایران داراست. همچنین استان چهارمحال و بختیاری از صنایع خوبی مثل گچ، فولاد، سیمان، لبنیات و نساجی برخورداره. از مکانهای دیدنی این استان هم میتونیم از لاله‌های واژگون کوهرنگ، چشمه دیمه، تالاب چغاخور، غار یخی چما، قلعه چالشتور و کلی منابع طبیعی و تاریخی دیگه هم نام ببریم. همچنین از غذاهای محلی این استان هم میتونیم به نان تیری، کاچی شیر، آش آماج بختیاری، کباب بختیاری و کلی غذاهای لذت بخش اشاره کنیم. این استان از شمال و شرق با اصفهان، از غرب با خوزستان، از جنوب با کوهگیلویه و بوی رحمت و از شمال غربی با لرستان محدود میشه. بلاک های این استان هم 71 و 81. پیش شماره بین شهری اونها هم 038. من محمدم و قصد دارم در این پیج اطلاعات استان های ایران و کشورهای جهان رو برات فراهم کنم. اگر به این محتوا علاقه داری میتونی منو دنبال کنی.